Rachel, wenn du möchtest, sage ich ihm ab. Aber nein, ich komme schon zurecht. ریچل wenn du möchtest sage ich ihm ab. ریچل اگه بخوای اونو لغو میکنم. when یک حرف ربطه. when میتونه دوتا معنی متفاوت داشته باشه. هم میتونه به معنی اگر، در صورتی که، زمانی که. اینجا معنی اولش رو استفاده کردیم از معنی اگر، یا حالا میتونستیم بگیم که در صورتی که بخوای اونو لغوش میکنم. معنی دوم when به معنی وقتی که یا زمانی که ما بیشتر این معنیش رو استفاده میکنیم معمولا تو جمله ها. چند تا مثال از when ببینیم. Kommst du zu der Party؟ یعنی به پارتی میای، به مهمونی میای. Vielleicht wenn ich nicht arbeiten muss. شاید اگه مجبور نباشم کار کنم. Vielleicht به معنی شاید. when حرف ربط ما اینجا به معنی اگر اومده بین دو تا جمله و دو تا جمله رو به هم دیگه ربط داده و معنیش هم شده اگر یا حالا در صورتی که. میتونستم اینجوری معنی کنم به مهمونی میای در صورتی که مجبور نباشم کار کنم. ich nicht arbeiten muss مجبور نباشم کار کنم. یک جمله دیگه. wenn ich ihn sehe frage ich ihn. اگه اونو دیدم ازش میپرسم. wenn ich kann komme ich. اگه بتونم میام. ادامه جمله‌مونو ببینیم. wenn du möchtest. möchtest فعل این جمله است. مصدرش موشتن. یک فعل وجهیه. حالا اگه بخوایم به آلمانی بگیم یکی از مودال ورب های ما محسوب میشه. مودال ورب شما میاد برای فاعلتون صرف میشه و نقش فعل اصلیتون رو ایفا میکنه. اگه تو جمله فعل دیگه ای داشته باشین به صورت مصدری میبره انتهای جمله. ولی نگاه کنید ما الان دو تا جمله جدا داریم. یکی از جمله‌مون ریچل wenn du möchtest، جمله بعدی sage ich ihm ab. چون جمله اولمون که توش موشتن هست فعل دیگه ای نداره، برای همینم فعل دیگه ای نداریم که به صورت مصدری ببریمش انتهای جمله. ولی شما یادتون باشه که اگه فعل دیگه ای بود به صورت مصدری ببریدش انتهای جمله فارغ از این که فاعلتون چی باشه. بریم با موشتن بیشتر آشنا بشیم. موشتن به معنی میل داشتن، دوست داشتن، خواستن. مثلا میخوام بگم دوست دارم بدونم اون الان داره چی کار میکنه. Ich möchte wissen, was jetzt tut. Ich möchte. نگاه möchte اومده نقش فعل اصلی تو ایفا کرده. فعل اصلی چی کار میکنه؟ جایگاه دوم جمله میشینه. الانم جایگاه دوم جمله نشسته. برای فاعل صرف میشه. موشتن اینجا برای ایش صرف شده و فعل اصلی شما رو به صورت مصدری میبره انتهای جمله. ویسن به معنی دانستن به صورت مصدری فارغ از این که فاعل شما چیه اومده انتهای جملتون. یه مثال دیگه از موشتن. Im Sommer möchten wir gern ans Meer fahren. در تابستان خیلی دوست داریم به دریا برویم. Im Sommer. Sommer به معنی تابستون. آرتیکلش دره. اسم جمعش همون زما هست. فقط کافیه که از آرتیکل دی استفاده کنین. مشتن مودال ورب ما هست. چون که فاعلمون اینجا ویا هست به صورت مصدری خودش اومده و خب اون فعل اصلی شما که فاقن هست به معنی راندن، رانندگی کردن، اونم به صورت مصدری آورده انتهای جملتون. حالا تو این جمله درسته که فاعل ویا هست ولی اگه فاعل مثلا ایشم بود بازم فعل اصلی به صورت مصدری میومد انتهای جمله. Das Meer به معنی دریا. از فعل موشتن خیلی وقتا هم توی کافه و رستوران استفاده میشه وقتی که میخوان سفارش بگیرن یا مثلا وقتی میخوان چیز غذایی یا نوشیدنی سفارش بدن. Möchtest du
auch einen Kaffee؟ آیا قهوه میل داری؟ گفتیم که موشتن به معنی میل داشتن، دوست داشتن و خواستنه. میتونستم معنی کنم آیا قهوهم دوست داری؟ آیا قهوهم میخوای؟ بریم جمله بعدی رو ببینیم. sage ich ihm ab. فعل این جمله چیه؟ فعل این جمله absagen هست، به معنی لغو کردن، کنسل کردن. خب همونجور که میبینید داخل جمله absagen تبدیل شده به sage ich ihm ab، یعنی از همدیگه جدا شده. پس ما میفهمیم که این فعل یک فعل تفکیک پذیره. حالا فعل مخالفش چیه؟ متضادش چیه؟ zu sagen یعنی قبول کردن، پذیرفتن. absagen به معنی لغو کردن و کنسل کردن بود دیگه، یکی برعکسش میشه. den Termin oder das Treffen absagen یعنی قرار ملاقات یا دیدار رو کنسل کردن. jemandem absagen یعنی به کسی جواب رد دادن، جواب منفی دادن، کسی رو نپذیرفتن. jemandem به معنی کسی، absagen هم لغو کردن، کنسل کردن، نپذیرفتن. یه مثال دیگه از فعل absagen ببینیم چون خیلی برامون تازه است. ich musste ihr leider absagen یعنی من متاسفانه باید به او جواب منفی بدهم. ich musste من باید، musste به معنی باید، مجبور بودن، یا یعنی به او، leider یعنی متاسفانه، absagen یعنی جواب منفی، کنسل کردن، لغو کردن. jemandem absagen یاد گرفتیم اینو، یعنی کسی رو نپذیرفتن یا جواب رد دادن بهش. آخرین کلمه که از این جمله مونده ایم هست. ایم ضمیر اسامی مذکر و خنثی‌ست وقتی که شما حالت داتیو دارید. چه معنی میده؟ به معنی به او، او را. Rachel, wenn du möchtest, sage ich ihm ab. Aber nein, ich komme schon zurecht. Das Geräusch. Hier ist Paul. Mach die Tür auf. Wer ist Paul? Etwa der Weinflaschen Paul? Schon möglich. Moment mal, dein Nicht-Rendezvous ist mit Paul, der Weinflasche? Er hat